رسیدیم به اپیزود مورد علاقه همه که مورد انتظارشون بود. باید میدونم همه کامنت. پس این بیشتر خودم منتظرش بودم. آره خودم منتظر بودم واقعا. این یوبس علی اسمش متین علیه. متین علی. خوش اومدید به اینم که تابر علیه. ویدیوکست ما. میشه انقدر علی نگید اینم خاص شده اصلا. باشه. متین طاهر بابا بوق میاد. آره دیگه. عرفان و اورو. ولی همه میفهمن بیادبی. همین. دوستان ما امروز یه تست بابات گاه نخوریم بذاریم گاه ما بخورم. مثل لاتی هم میبینی گرفته اینجا قشنگ داد نزن. آخه من زیر پی ندارم نمیتونم قدمو بلند کنم. ایسل ادامه میده قضیه رو دیگه. بده من دارم میرم. آقا وایسا دوستان ما میخوایم یه تست آی کیو بگیریم ببینیم این و ایشون منو متین یه شرطی بستیم. بگو. خود باهوش پنداری پیشه کردن. باید اون جلو رو صحبت کنیم. ببین اون جلو رو نگاه کن و صحبت کن. من میذاره بخوام. صحبت کن. انگار اومده تو صحبت. با من صحبت نکن با دوربین صحبت کن. با بچهای توی خونه. چی قراره تست آی کیو بدیم؟ خجالت میکشی تو خیلی اجتماعی کی هستی. باهوشه کی خنگه دیگه. کانسپت مشکل داره. آره اشکال نداره. من اینجا مسابقه هم بودم. جایزه‌شو بدیم بره. بلند. مامانش متین بلند. بلند. صحبت. چی؟ نه بالا به اندازه کافی میگه. زود خوشش نمیاد از آره یه ذره با چیز داره مشکل داره. آره درون باشه. خودم. حالا چیز نداره دیگه. تست دفعه شروع کنیم. یه تست آی کیو داریم که خیلی ساده است من قبل میدونم. بکش تو تست نمیدی؟ من تستمو دادم. خب بده ببینیم من چند 128 ام دارم بهت میگم. عکسشو بابا زر عکسشو براتون میذاریم دیگه. 90 باشه عکسش حرف بزنید من نمی‌دونم. عکسشو براتون میذاریم. دوستان یه تست آی کیو براتون میذاریم اینجا ببینید برین بدین. روی این چیزا فکر کنم نکوبیم به خاطر میکروفون. نه یعنی تست رو بریم بدین. اوکی شروع. تست آی کیو رو بزنید. بریم. آقا چرا این دو طرف من خب برای من الان نام می‌کنه اینا. بابا نگران مال نباش. من نیومد بالا. بزن روش. ای بابا. اومد. زدی؟ چون تو اولی موندم. طاهر داره با سرعت بالایی میره جلو. همش عجب بیشعوری از تو. بزن حالا میرسیم به جای سختش. هیچ چیز سختی برای ما وجود نداره. بابا تو میگم تا سی تا اولش اوه خیلی راحته. وایسا یکی از این کاش ریکورد اسکرین بگیره. آقای پشت صحنه چی میگی؟ خب داداش بقیه بکشه پایین. چی؟ اسکرین ریکورد کدومه؟ بغل زنگ بالای زنگ. آقا این حساب نیست دیگه از اول. بابا بزن زمانش مهم نیست. چرا؟ زمانی الان نیست. از من بیشتر این بیشتر از من بزنه من بیشرف میشم. بابا زمانش مهم نیست به تعداد درستات نمره میده. بزن نابغه. دارم امیدوار میشم. دیدی تا 20 تا اولش چقدر راحته؟ من تو 12 کی کردم. همین منم 12 دقیقاً هم واقعاً؟ با هم همکاری نکنید. نه همکاری. اولاد نگاه نکنه. متین آخه این دوتا بابا شیهه نکش تو میکروفون. ببین بیشتر میدونی مشکل من میخوام این دوتا ببینم کدومشون آی کیوش بیشتره. متین شرط تو رو کی بود؟ رو طاهر بود یا اورو؟ نه همین الان دارم به همونم فکر میکنم زمان. خیلی دوست کمک کنم ولی نمیتونم. اگه روی این موندی ببین رو 5 تا آخر چی میشی؟ این مامانا که من عقب‌ترم. آها اوراد نگاه نکنی ها. داداش ما اصلا یه جای دیگه اسم متین تو هم نگاه من نکنی. جفت اینا عقب‌ترم. تو عقب مونده ای نگران نباش. این دایره داره. بچه رزومه منم اتچ میکنید به این فایل بچه بدونم که آیس من 9 مشکل داری؟ چشمی دارم نمیتونم ببینم. من هم. یک دو عروس بلد نیست برقصه میگه زمین بابا من کج. اصلا استاد ریزه دلغک. گوشیتو بزرگ کن. پول بده. من بچه‌ها پول لینک دونیت میفرستم. میشکم. لینک دل تست آی چی؟ علی نژاد جان هی آقای پشت صحنه داد نزن. اکچولی من به خدا عقب‌ترم. به خدا ربطی نداشت. من شما ولی خواستم تست کنم. آره سچ شما. آها دیدی زمان باقی مونده داره. شدم 15%. آها 41 دقیقه من فکر کردم 49. بابا به زمانش رفتن انقدر راحته تا سی تا اولش تا رسیده 28. سونو. آها من what نه آره داری پترن رو اشتباه میری.
آقا کمک نکن داداش 1 2 باشه 3 باشه من حرف 2 نزدم 3 4 3 4 به چی توضیح 5 میده خود بزن دیگه. آقا نمیتونیم بذاریم که هی اون لپتاپم رامش 12 هر یه بار تو یه چیز می‌کنی بچه‌ها ادیت باید زحمت آی بکشن. تیریه بچه یه تمپ میل هم بساز بعدش. بابا شیهه نکش تو میکروفون. احساس کنم مثلا در دستشویی اینقدر میزنی خوردم صدام بالا نمیاد. مغزم کو مغزم رید. چه جوری گل رو روشن کردی. حالا میدونی آخه سرعت هم لزوما معنی یعنی اصلا که به سرعت نمیده. همین داری خوب انجام میدی نیست. خیلی سخت شد. همینجا نشون میده آیکیواتو. به نظر آیکیواتو متوسطه. من جز نوابغ این کشورم. خفه میشی؟ بله. مرسی. نظر منم بود. من شدی تو؟ این که جز نوابغم 128. 3 تازه بیشتر شده. خرید. کلا 60 تا سوال من 3 تاشو اشتباه زدم. چجوری 3 تا از من بیشتر شدی؟ همه رو درست زدی؟ غلط کردی دوباره بیا بده. بخور دیگه نمیدونم کارش بدم. اصلا آقای پشت صحنه حساب نیست. اصلا تو نابغه. چرا من از همه عقب‌ترم؟ من نمی‌فهمم. متین میاد به من نگاه میکنه. با تو دیرتر شروع کردی نگران نباش. نه امید دیدم من یا چی؟ دیگه اینو نمیاریم تو ویدیو. بیادب. بی ادب. خب پیام بزرگانی. آقای زرین نژاد جان بیم با هم حرف بزنیم وسطش. صحبت چون من تو هست اصلی هستیم. بفرمایید عزیزم. هست اصلی هستیم. حاجی واجارایی با سین زدم براتون. بابا توالت مگه. ببخشید بنده صدا مشکل داره در این سلامت تو یه چیز دیگه مشکل داره. همونم. ادامه نده. اون یه مشکلی داره به خدا آخه. هیچ مشکلی نداره. نه سخت‌تریناش 5 خب یعنی تو اشتباه داری میزنی. نه مطمئنم. 5 یه دقیقه لال شون. 5 تا آخر میتونم بهت کمک بابا کنم. اینقدر ار نزن. یه دونه اوکی. کمک بده. نه نمیخواد کمک من کنه. چجوری بازم عقب‌ترم؟ بابا میرس. چرا زودتر سخت نمیشه من بیفتم جلوی این سری؟ ببین 5 تا آخرش از همه سخت‌تر عمرم بفهمی چی شده. او من چشم نمیبینه. خب الان این با این بخواد ترکیب بشه این اون میشه. مغزت که تشخیص نمیده چه فرقی داره. آره نه این چشه. میشه. بابا ریز ببینیم زوم میشه. نه. نه زوم نمیشه. اشکال نداره. خیلی جهگودار یه دونه این وسط ساده میده فکر میکنه آره یه دیکوی میفرسته. برسین 5 تای آخر میفهمین چقدر سخته. از اول من 14 درصد چارج دارم امیدوارم آره به واقعاً فصل برسه. برسه. من نمیدونم شاید تست هوشه. شاید ممکنه این باشه. در صورتی که این نیست. اینو بزن ببینم چیکار می‌کنی. اینا تکنیک داره. پترنش رو باید پیدا کنید. ازش پترنیه. چی بود؟ خیلی نابغه. بابس فنجی برو سوال چندی؟ 41 41 متین تو سوال چندی؟ یوجان آقای عبدالرزاق جونم. What the hell؟ نوکر بابات غلام تکثیر بمون. 2 دقیقه تشنه بمونون عقب دوست عزیز. چرا از فامیلی استفاده میکنی؟ الان لو رفتی الان دیگه طرفدارا فهمیدم. همه میان دم خونمون. کاری که جلو دوربین میکنی تو دیگه چیزی من از هم چیکار کردم؟ نمیدونم قیافت بسنی اپیزود روست نیست سایکیوه. روست هم خواهیم داشت امیدوارم که اونجا هم خدمتتون باشیم. سنگین زد. نمیخوایم. What the hell؟ آقا نمیتونیم همشو بوق کنیم به خدا. پسنده شماره 2 آیکیوش اصلا آقای پشتنه بعد نه یه چیز دیگه شنید که قابل نه پخش. what the بچه شما خیلی باهوشید یا دارید نه، ماسمال فکر کنم می‌کنید آره. بزنید جلو. همونجوری که کنکور داد. واقعا این براتون سخته؟ من باید فکر کنم بهش. خب اینا خیلی سری میرن. یا من یه خورده یاد کنکورم میافتم. اصلا میخوای راهنماییت کنم؟ نه نه پس نتیجه میگیریم واقعا من آیکیوم بالا. باشه بابا. بذار تو یک چیز برتری داشته باشم. این خیلی ساده تو است. شماره چشم بالاتری. از همتون.
نه یکی داشت سوت میزد من بودم. سرت تو خیلی صحبت میکنی آقای عبدالرزاق. طاهر رسیده جا سخت داشت، از بعدی دیگه سخته. حالا هر کدوم شماره چندی؟ من یاد چیزا میندازه اینه که جاده چالوس رو حفظن، هی میگه پیچ بعدی دیگه ترافیکش الان میخوام تست بعدی دیگه. 26 دقیقه مونده طاهر 14,000 مونده. یادم نیست حقیقتا کدوم بود، اینو بهت میگفتم. اون جوجه‌ای که درست کرده خوشمزه بود. آقا رشوه نده. گفتم اینو نمیدونم که بهش بگم. نه یه دونه برای زدم. یه دونه از آیکیش من. خیلی دوست دارم اینو کی داره کدومو میزنه. الان هر کی سوال چنده؟ 47 36 46 من 47 نه 47 عجیب غریبه. من خیلی باتری تموم میشه. چقدر باتری داری؟ نمیدونم. الکی بهونه نیارید لطفا. همتون یه شرایطو دارید. مثلا تو کمتر از اینا نشی یا همینو نگرانه. قطعش کن دیگه. دو بوق کشتی میده. نه چیزه سوالر بهتره چیه؟ الان چیز میخوریم باران کپی رایت آره. می‌کنیم. چیزی نگفت. نه در حد چوس. آخه مانیتایز شدی که بخوای کپی رایت هم شاید 3 سال دیگه که بریم اپیزود هی تایید نکن منو. 47 واقعا نمیفهمم. خب برو بعدی نزن. خیلی راحته. اینو عمرم بفهمیم. لال میشی؟ من دوستم راجع به نتایج بحث کنیم. همیشه میگن خود آزمون مهم نیست، تحلیل نتایج آزمون خیلی مهمه. چی؟ الهی نور الهی. الهی نه الهی چی میگفت؟ من بای بای. آره من میگفتش 100 تا تست بزنی یکیش تحلیل نکنی مفت نمیاد. نزنی با غلط بزنی زیاد فرق نمیکنه. یه چیزی ول بده. خفه شو. 8 تا گزینه است. چرا مگه امتحان داره چیز کنی؟ 1/8 نه پدر کلیه. نه خوبه یه چیزای حالی تتا. واقعا نمیدونم شانسی میزنم. هیچ پترنی پیدا نمیکنم. واقعا من فکر می‌کنم طاهر ممکنه بهره هوشی بیشتر داشته باشه چون ADHD داره. آره منم دارم همین حس می‌کنم. سرعت بالایی نه داره. همین که بتونه تمرکز کنه خب برای من میگم طاهر بیشتر از اروده. امکانش هست من واقعا متاسفم ادعایی ندارم. من تو ماینکرافت هم ثابت شده. طاهر شاید نابغه نباشه ولی میتونه تو دسته باهوش باشه. یعنی زیر 127 چون من 10 تا سوال قبل دارم. بالای 127 نابغه است. من شریف قبول شدم. آیلتس نو. شریف قبول شدم. رتبتم شریف قبول شده. بگو رتبم 2 شده. بگو راست بگو. میگه رتبه هم 2 شده. ولی آیکیوم پایینه. بگو صرفا خرخونم. بگو دیگه بگو. من فوش ندم. حالا اینا طاهر داد دیگه یه دونه میتونی بدی. من شعور دارم. من فرق دارم با این. بوق میخوره. مثلا از یه جبه بعدش خودم پول میگیرم برات میزنم. این از اول بابا چرا تموم نمیشه؟ سر رفت. 6 تا مونده. این خیلی. این از اینجا به بعد دیگه یه ذره چالشیه طاهر. اینجا واقعا پترنش دیگه عجیب غریبه. این مخصوصا پایینیش. پایینیش راحت باش اجازه بده. دیار واسه من با خدایی شدم. مثلا الان سری شده. یا حسین این چیه برای من فرستاده؟ به خدا با 2 نفر آدم میومدی. من حس میکنم طاهر آیکیوش بالا مثلا 125 125 رو داره. متین جان مادرت نخونید میره رو مخم. طاهر هم ADHD داره فقط. زیاد شارژ نداری. او شیت. من میگم آیکیو تو بالا بود. بزن بره بعد. آره تو بر بقیه تعریف کن. برو تو چندی؟ 57. این خیلی بالا. طاهر بالای 115 بشه من برام خیلی جالبه.
صداش خیلی تمیز اومد. قابلمه تلیسیدی؟ خاک در سر تو و دستم به اون نمیرسه. اینه من خیلی جلوتره 57 کار تمام کرد. میوت کن. اشکان کیه؟ کاغان با تماسش کن. به خدا ماش کاغان در تماس. آره مرد مزرد کردم مرد آخه داری میگی نره ایرانی تمپ میل مرد موقت اونو بذار ثبتش کن زمانش داره میره. بابا زمانش مهم نیست، میخوام به ایمیل این بره. چرا موقت تازه گرفتم. ایمیل خودتون خیلی خیلی میگم برای چی گفتم ادعایی ندارم. آقا برندتون من میدونم طاهره. نورید نبندیش. هر چقدر آیکیوت بالا ادب و شعورت ایمیل صفره. خودمون رو بدیم مگه چی میشه؟ خب من شاید خواستم ایمیل خودم بدم. خب ایمیل خودتون. من میخوام باش. طاهر چیز نکنم. طاهر لو نره. من میخوام طاهر مشخص نشه باهوشه. برای چندی؟ 58 به نظر من طاهر 125 6 هست. خاک تو سرتون. بودی بودم 127 خاک تو بیچاره. سرتون. بزن. باریکلا پس من 127 ام. این آیکیوش با من یکی. خاک تو سرت باریکلا. شوتتون. داش کدوم رو غلط زدم؟ نشون فکر کنم نمیده. اون 47 رو غلط زدم. نمیاد. ببین تا الان من هر چی دیدم زدی درست زدی. اون 47 رو غلط تا زدم. آخریش داره آسون میشه. مطمئنی؟ به به خدا. ستای آخرش رسیدی؟ 59 هم آخریش واقعا خوب بود. هی حالا آدمی برای سالهای آخرش از این 52 ای بودو. کنکوره. داش برو برای همه تعریف کن که شدی 120. فراتر از اعتبار انتظار. داره آخه. آره مهم نیست اعتبارم نداشته باشه. یه تست رو دارین 4 تامون میدیم. یعنی من که دادم. پس منم 127 ام. یه اگه سه تا من غلط کمتر دارم. باشم خیلی زوی است. میشی. آره چون من دارم کند بینم. به سوال آخرش اشتباهه. چی 59 اشتباهه. گوه نخور نیست. به خدا مطمئنم اشتباهه. نیست. چرا؟ میام میزنم تا اپیزودو خراب میکنیم. دعوا. من از این ور میپرم رو. کشتی کج هست. نه کشتی کج هست میپره. علاگرهای زن شوهری اپیزود دعوا. طلاق می‌ذارن. دختره؟ یه آب برای من مهم نیست تشنه بمیر. خیلی واسم سوال کدوم رو اشتباه زدم. برای منم سواله. بابا این خیلی خنگه. این واقعا جز راحت تریناش بود. با این یا حضرت عباس دمت گرم من چلو. سر این 3 دفعه مغزم تاب خورد. اونم که تو داری جز راحت تریناش. اون 47 خیلی 47 19 خورد بود واقعا. 47 اونی- سخت‌ترین چیزی بود که من اونی که دیدم. ختمت داشت. آره من میدونی اونو چی زدم؟ نه نگو دیگه چیزایی. یه موج کامل نمیدونم منم که موج درسته یا زدم که غلطه. زیرش صافه. آفرین بسته منم اونو است. زدم ولی 3 تا غلط نه دارم. اون نیست. اون خط هست که این شکلیه. چرا میگی؟ آره، بعد یه قرار نیست سوال اون برگردم سه نماز. خط بود دیگه آره. سه خط این شکلی. چرا اونجوری؟ چون تو آخری همشون استرچ شده بودن. اوه چه اتفاقی برات افتاد تو این 2 هفته؟ من توی این 2 هفته دوستان عزیز 59 نزدیک به مغزم میلیون نتونست. تومن از بین رفت از حسابم. حالا وارد جزئیات نشو. حالا چرا؟ نه اتفاقا بذار بدونم سر این شاگری کنه. شیائومی نخر برو سامسونگ بخر از دوستان که آیفون شیائومی بخر پول نداریم. آیفون سهام شیائومی آیفون نه. سهام آیفون و مشاور سامسونگ کنی؟ رفت بالا. نه متشکرم. بذار تستشون رو بدم بعد میخوریم. چیز این دو تا آخری واقعا دیگه من آها. با من یکی یه سوال بیشتر آیکیو چنده؟ میدونم ولی آقا مستر بینا هست. 150 بوده یه موقع. آقا مستر بینا خیلی بالا. وانا- یعنی بین الان آره. مثلا 120 تا 150 خیلی فرقه. نه از اینجا به بعد نابغه حساب میشن. آها. حالا ما اونقدر معیار نیست. ما می‌خواستیم ببینیم مال کی بالاتره و شرط کی میبره. کجا نتیجه نشون میداد؟ ممتاز و نابغه هست. تو همون ADHD داری. آره من واقعا از ADHD رنج میبرم. من ایدیشی نه دارم. تو نه من خودت. ADHD آره، شدید من حال ندارم. من حال ندارم. دوستانی که ADHD دارید واقعا سعی کنید راه حلش رو پیدا کنید. ADHD چیز اصلا انسان خوبی نیستش که بخواد تو چرا داد میزنی پشت صحنه؟ گادزلا. من حتی یادمه سر همه امتحانا این میدونه
من آهنگ گوش میدادم به امتحان میدادم یادت زمان غلط دبیرستان کردی چجوری آهنگ گوش میدادی موقع امتحان دبیرستان مجازی بودیم آره. زیرا آه، محمد. مجازی که چی میگم حتی حضوری کنکورم میدادیم دیگه کنکور چیز میدادیم کنکور آها کنکور تو خونه میدادیم آها اونا که آره اصلا نمیتونستم بدونم تمرکز کنم خب الان خنگه میره برای گوشی خودت میگه دیگه برم واسه همین میگم تمپ میل بزن هولی شیت بودو یه تمپ میل ایمیل منو بزن بزن ایمیل منو ایمیل بزن چیه؟ ایمیل منو نه یه بزن تمپ میل بزن تمپ میل آها. وای خاک تو سرت کارد احمق عقب مونده عقب افتاده تست آی کیو میخوای بدی من بهتر نمیومدی تو ویدیو بودو مهم نیست با من برات میزنم اینو آقا تمپ میل بزن اوه من خودت دو تا اشتباه کردی وایسا نه من اونو نزدم تمپ میل داره بالا نیومدی اینو بزن زدم داره نزدی. نود میکنه 6% داره حالا خاموش میشه یهو آره اون به نظرم به نفعته که خاموش ایمیل بشه منو بزنی به نظرم به نفعته که خاموش بشه اصلا چرا با تمپ ایمیل میل میخوای منو بزنی خب الان ایمیل حفظ خودتو دیگه. بزنی ایمیل نمیتونیم منو بریم حفظ. ببینیم ایمیل منو حفظ با بذار الان میزنم آره تو هم بزن تو که چیز شارژ نداری برو گیری هنوز شانسی دادم آخریه رو اصلا نفهمیدم با آخریه یه دونش کم میشه دیگه چجوری یه دونش کم میشه داری شر رو بر میگی گم شو من گو بخورم دیگه تو هم خنگ داشت چرا بابا زمانش اصلا داره بابا نداره اورو 3 فوربیدن داره همون بهتر از سیج برای من آیکیومو همون تست بهتر کردم. نتایجش نیاد آی تو سرت یه ذره بیشتر شارژ خاک تو سر توی پلش بهتر میام تمپ میل بزن 102 3 چند بگو 4 طاهر که اوله 95 رقمیه من خیلی دوست چند نوکرم چند 126 تو چند؟ 5 تو 125 چند؟ من بگم راجع نه، به تو برو چند گفتی؟ 125 طاهر تو چند؟ 130 بیخیال بابا نه 20 نه های 120 خب متین تو چند؟ 120 نرم تنانم 20 نیستم 115 در گفت 118. دیدی مثلا تو باوش خاک بر سرت کریم تو این مال این اشتباه شده نه این همه رو نه درست مال این اشتباه شده تو تو خیلی سریع هم زد. میخوای تو از اول هشت بزن تا یه بار غلط. بعدن ریسیستی کی سیاهه نوشته پایین از طرف برسه عقب مانده و برسه. آرورد راست میگه این برهوشی تو در واقع باهوش از باهوش هم بالاتر. نه من باب چه غلط داداش آره برهوشی باهوشتر باهوشم آخریه نابغه است ممتاز و نابغه 127 بالا 120 تا 127 برهوش 110 تا 120 ولی من فکر میکنم این تست EQ بود تست IQ نبود با EQ رو که نمیشه اندازه تست گرفت گوت بوده این EQ نه، نمیشه اندازه نه. گرفت جفتش داره زیاد میشه دیگه بهداشت سلامت عروس میگی چی میگی این نیست مگه نه چرا همون یه چیزی هست تو فرق داری با ما آره. مونگول برای من میزنیم اینو دیگه ما ولی چیز جالب که هستش فرق بین آدم ها و حیوانات تو آیکیوه نه آیکیو دلفین هم خوبه یه نکته مهم هستش که مثلا میگن چه میدونم توانایی ریلیت کردن همه اینا رو حیونا دارن توانایی کی ریلیت کردن آها. ارتباط. جام ریلیت ببین، کردن آخه ایشون 3 سال تو کالیفرنیا آخه به دنیا اومده آیل- نورث کارولاینا نورث مگه کارولاینا. این آیلتس 9 نداره خب ریلیت کردن الان تو خودت بخوای ریلیت کردن رو بگی چی میگی تطابق دادن ارتباط گیری مگه نمیشه؟ تطابق دادن و درک نه ریلیت تطابق نه. ریلیتد تو تطابق داده می شود با از تطابق دیدید پس ریلیت خیلی راحت تره گفتنش اوکی خلاصه ریلیت کردن توی حیوانات هم هست حالا درسته ما سریع‌تریم یکم قوی‌تریم ولی مثلا یه گربه میتونه بفهمه که آقا این در اینجوری باز میشه چه میدونم دلفین فلان میفهمه مثلا خودم سال‌ها آکواریوم داشتم شنا کامل می‌کردی آره انقدر حال میداد کامل مثلا ماهی میدونست که من الان این طرف دارم میام یا دارم این دره رو باز میکنم وقت غذا کی می‌خوردیشون ماهیا رو بستگی داشت دیگه به نژادشون سنشون که مناسب میشد بالای سن آبش دیگه. بهش بالای نساخته سن اینقدر آره. صورتش زیر جوش سن داره. اصلا نه آب کی سان یکیتون به من آره. بگه حالا من داشتم چی آخه آخه دلغک
کلاون. بیشور نزن من نمیفهمم من باهوش اینجا چی فارسی تو که صحبت خیلی کنید فارسی اصلا از قیافت فارسی حرف بزنید آقا اینجا شما توی تهران زندگی اینجا میکنید تهران نیست. اینجا خداییش قبول. ادورتایزمنت و سجستشن و آقا یه سری ادویزیون چیزا نداره. آقا یه سری لغات واقعا معادل چی فارسیش نداره خوب نیست. مثلا چی همین نداره؟ ادویزری. خب دیگه ادویزری چی؟ برای من همین توضیح روزی بده ببینم الان چیه. آقا ریلیت تا ادویزری نتونستی وایس اول ادوایزری. بیای ادویزوری. آقا یک نفر حرف میزنه اینجا منکرات بابا خفه شو ادویزری یعنی منکرات تام شد منکرات چیه چی میگی بعد کلاس دینی شد. یک آقا نه دو اینکه یه اتفاق دیگه ما این همه لغت عربی داریم. همین کلمه لغت غلطه ببین ما این همه واژگان عربی داریم. آیا نه ایراد خب نمیشه داره؟ اصلا برگردان فارسیشون خب درست دیگه نیست. توی انگلیسی هم ما کلی همینجوری داریم. برند میدونی چیه فارسیش ویژند خب دیگه همین. ویژند بعد اون وقت نمیشه یه سری چیزا رو. من قبلا یه سری واقعا واسه داشتم میگفتم یه سری حیوونا توانایی ریلیت کردنشون هم هست. خب تنها تفاوت اصلی ما با حیوانات اینه که ما میتونیم بپرسیم چرا. و یه بار یه سگی بود به اسم رابرت بهش اومدن یاد دادن که بتونه بگه بپرسه چرا. یعنی وای داشت و رابرت از افسردگی مرد. این حقیقته میتونین سرچ کنید. حرفای ما رو گوش ندیم. آره و همین یعنی آره، مثلا داره به چرت و سگی پرت اومدن می‌ذاره. یاد دادن که میکروفون بتونی می‌ذارم بپرسی سر چرا. جاش. حیونا نمیتونن بپرسن چرا، فقط متوجه میشن. ولی آره، ما مهندس. آدما میتونیم بپرسیم چرا. چرا همین دیگه چرا. چرا انقدر زر میزنی چی موز میخواد چه موزی. اینا تغذیه‌مه نظرتون دیستورشن شد؟ نه مهم من نیست چون صدای همه تو یه رنجه میشه درستش کنه ان هر کی میتونه یه گاز بزنه ترجیح من کمک نکنم واقعا. آره آره. توضیح میدم. همین من اینا خیلی گیر اون کردم. شابه نمیشه ولی پنجم واقعا من اون بخویان هر کدومشون موز میخوری نه واسه آخه نه من ندارم. بچه باقیمون داشت موند. ما هر چی یه ذره از بابات اینجا نیست من موز دوست ندارم حقیقتا. واقعا با تو که موز آره. میخوردی وایسا حالا ببینم باز داری دروغ میگی خدا خیلی دوست ندارم. متین خوب برو برگرد موز بالا. میخوری آقای پشتنه داره از اون رو چک اونایی که واقعا به این خفت و نه دارم خاری بهش نشون دادم بهش یاد میدم. احسن دقیقاً. یکی دو مورد. آره آفرین. آقا هر کدوم دو تا سکشن داخلشون داره. اونایی که کامنه حذف میشه، اونایی که کامنه کامنه نیست چی؟ اضافه میشه. کامن یه نوع حشره کش. نوشابه آقا میگه من یادم میره خودش دارم. این کامنه این وقتی میخنده از بغل که نگاه میکنی دیدین شبیه 206 که بشه. جوکر بانوان. دیدین قیچیا رو از بغل نگاه میکنی چه میشه ببینی حقیقتا راست میگه. قشنگ شبیه دسته قیچی دماغش چشاشو انتظار داشتم. راست میگه میخنده از بغل مثل نه این عینک‌ها هستن که دماغ دماغ سیبیل دارن. دارن دقیقاً این همونا از اونها بدتر. نه راست واسه اپیزود دیگه است. موزو میکنم تو حلقت ببین چه تحلیلی کردم. راحته متین ببین اونایی که اشتراکی حذف میشه بجز این خطه. دقیقاً. بابا این سال 18 از من نگیر، کمک نگیر محمد هم واقعا. بیشتر میشه. از حداقل از تا سوال بپرس. من آخه نمیدونم تا حرف چجوری ستا رشته زده همشون رو میگن قرائت. تو کدوم مزه تو؟ این بدون درست دادم چرا؟ حداقل. بعد شما یه سوال از شما دارم شما چرا نه، اینقدر کسی نمی‌بینه. کارین که دارین ما رو نگاه مثلا می‌کنین؟ اگرم چون کسی داشتم به نمی‌بینه. اینجاش نرسیده ما قطعا قرار خیلی از این چیزا رو اگه تو اینجاشی یارو به اینجاش رسیده دیگه اصلا. یارو میگه چقدر یعنی شما اگر محترم. واقعا یکی به خاطر تو مونده باشه تا الان یعنی تو خیلی واقعا بچه‌ها دوست دارن اینو من شانسی زدم اصلا نفهمیدم موزه چیه. تو ریختی رو شلوار نه به خدا نریخت این چیه پس آناناسه موزم نکنه گیلاساته بله. اونا پیازن. بابا اینه دوست عزیز بابا چرا اونه؟ چرا؟ به خاطر اینکه پشما چه عجیب. راحت بود خیلی داتو بده. نگه دار داتو نگه دار. میل ای بالا کیبورد فرانسویه فرانسویه چرا؟ آره کیبوردش فرانسویه
کیبورد آلمانی ولی جهنم خالصه. جای زد و وای برعکسه. ببینم چرا. فرانسوی همینه. فرانسوی حاجی کی محور بود؟ ایکس و چی اصلا ولش شاید کن. محور زد و وایشون فرق میکنه مثلا وای. مرسی از پشت صحنه حقیقتا. ولی ولی چک کنی میشه چکش کنی؟ آره ولی ببینید ما چه مشارکت دادیم همه یه چیز اشتباه زدیم همه رو اشتباه زدیم حالا این که 8 هم رشته با داره هم چیز کردیم قشنگ 100 چند بودم؟ 18 خوبه باز. باهوش گفتی؟ من جا نمیشه. خوبه من با همون میتونم نه پرنده بگیرم. برهوشی مشاهده نتیجه آزمون. برهوش بدتره؟ بزنه. آن بهتره. شرف نشدی باشه همون هم خوبه. خوبه 133 تو 133 ولی این قبول نیست باید قبلی رو میدیدیم دو تا اصلا بیشتر شد؟ باید قبلی رو میدیدیم تربیت. باید قبلی رو میدیدیم نه چرا اینجا کمک گرفتی کامپیوترت خاموش از این دو تاشو خودم برات زدم اون که داشتم چی میزدم نه من چرا برات بزنم چی زدم اون آخرش میزدم اینا همش باشه دو تاشو من برات زدم بابا خب. پس تو چرا کمتر شدی من چیز دیگه اشتباه زدم به چند تا اشتباه زدی؟ یه دونه. یه دونه. آره تو من همون ورود گفتم هم کمک منه. حالا یه سوال اگه همه رو کامل بزنی چند میشی؟ نمیدونم این تستش کپاسیتی رو نداره من تستای دیگه دادم که کسیته. آره منم سخت من بودن. تست خارجی دادم آره تست خارجی من دادم ولی این زیر ساده خارج واقعا سخته. وحشتناکه ببین یه سری جاش نه. مثلا خیلی مدل‌های abstract مختلف میشه. داره اصلا دیگه عکس اصلا نیست اونو قابل- عدده. فیلمه. نه عدداش نه عدداش باشه لینک داره. این چیزا بود. این تو واتساپ های گروه فامیلی می اومد این آزمون ورودی ناسا بچه هم 2 به علاوه 5 = 11 اینا نمیدونم چی آره میدونم خب ابزار کار ایشون رو بهشون بدید اون پشت ابزار وایساده. کارش بیا. این مگه بابات پولمونو میده کلاسای آی کیو ما برگزار میکنیم بچه‌ها. خوشحاله. خوبه خوشحال شد چون واقعا داشتم ناامید کسی می‌شدم. خواست؟ داشت بد میشه داشت خیلی بد میشه به خیلی گذشت اصلا مردای آی کیو کن جذاب‌تره. با شیکمونایی که چاقن با شیکم‌های گنده و پشر زیاد. یعنی قشنگ بذارید یه چیزی رو بهتون میگم. نه نگو اما باید تست ایشون با خارجی هم آیکیو بدیم. 133 خب الان وضع زندگیش از ما بهتره. خب خب من و تو چون از من مهم میذاری نه من و تو وضع زندگیمون توی یه وضعه. ایشون این مایه داره. زندگیشون شبیه ایشونه تقریبا بگی نگی تو یه رنج چقدر ولی یه ذره بدبخت. سطح پایین. خیلی وضعیت آقای خرابه. پشت صحنه کلا جز کارتون خوابه. آقای پشت صحنه آی پشت. نه آقای پشت صحنه هم رنجشون بین من و عرفانه. من رید تو صدای چه آره. الان این چه ربطی داشت میخواستم بگم به 127 هیچ گوهی نیستش. 133 خوب بود با 118. خاکتون سره. اما دیگه مردای خیلی جذاب. آره چون تو باید کمتر میشد این با خیلی کمتر میشه اون تحلیلی که این داره میده نه این همین ADHD داره خنگ گاوه شاید بیشتر نه لطفا نه شما به حرفاش گوش ندید. بریم پرده آخر اینجا بل 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 بل. واقعا به نظرت من حق متین 133 بشه؟ بعد من تو 127 بشه بعد بریم 118. پرده آخر زندانو دیوید میاد لندنی اومد و لوزون میشده خطری همه اوجیا ریختن یوتیوب رفت بیمارستان شده بس این دیگه چرت و پرت حلقک دربار. ببین اینو این شکلی 20000. بیا من تو هم گروهیم با هم او چرا سبکه بابا دستمال آخه. نه عزیزم جیمی جامپه. باور کن 127 نیست آره این چیز کرده. کد آقا تو زده. کدومه اون دسته. نه وایس آقا یه دقیقه وایس. سلام حال شما خوب هستین؟ قربان شما خوب هستین؟ سنگین‌تر بود. فلاور اور ناتینگ. چرا اینو خالی کن. تو کلا خالی کن. خالی چی بکن اسکلگولت واقعا زدم. عجیب. دستش گنده است من این دست اصلا دستش جمع نمیشه ایوه برو یا اوکی صدا نیاد. آقا نکن بابا لذت بخش نیست تو واسه یکی ASMR بری بر بچه‌ها که شاد لذت بخش باشه. آقا نکن بابا این یوتیوب من که ندیدم چیکار کردین بازی کنین من قرار بود ببینی آره دیگه متن این تو یه خالی بازی بکن من آفرین.
خب حالا بازی نه کن. باید بازی می‌کردی. خالی بازی نمیتونه بکنه. چرا باید باش بازی کنه؟ نمیتونه. من وایسا خب من میام گل به من ببینم بده. گل به من بده. من میام ببینی چیه. بکن گل گذاشتم زیر. بابا تو خیلی بد. بوق کله نمیشه بوق به جز اون تیکه‌ای که دارن تست میدن. یه 206 تو لاین سرعت فقط. الان مثلا کدوم دسته؟ معلومه دوره. دیستورشن داره؟ نه دوره. اما حس دوره. آره حس دور بودن داره. زهر ما. اینجا چی؟ ببین منو طاهر الان صدا خوبه؟ صداتون بلنده دارم کر میشم. خب بذار زمین. بذار یه دور صداتون رو بگیرم. الان نه، بذار صدای اینجا. من دوره. باسی. نفری. آره. الان حرف بزنید من دارم حرف میزنم. ببین این واکنش خودم نه. طبیعیه بدن. سلام خوبه؟ حرف بزنم. متین بلند صحبت کن. میخوام بشنوم. وسطش قرار نیست این کارو بکنی. وسطش یه اصلا آیکیو نیاز نداره. این زیاد شارژ نداره نرینید. وای یرامی. های جنگل زود تموم میشه. سلام. خوب هستید؟ صدای من رو دارید؟ من تست آیکیو بیشتر از انیشتین شده. هر میزنی خیلی بلند. آقای پشت صحنه هستم، لطفاً صبر کن.